بسم الله الرحمن الرحیم. امروز با هم انشالله در تفسیر سوره ملک یا با قول دیگر نام دیگر با سوره تبارک هستیم که اساسا ما سوره ملک را با نام تبارک میشناسیم. حتی در بعضی کتاب های عربی هم با نام تبارک آوردگی هستند. درباره سوره تبارک پیش از همه در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. حدیث در مسند امام احمد هم هست، در سنن ابو داود و ترمذی هم هست که هر کسی که سوره ملک را میخواند که آن هم 30 آیت هست، این آیت ها، ثواب این آیت ها برای این شخص خوانده اش شفاعت میکند و روز قیامت او را از عذاب نجات می‌دهد. و حتی در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من دوست می‌دارم که این سوره در قلب همه مؤمنان باشد. وقتی که گفتن قلب یعنی در حفظ، برای همین بهترین میشد آنهایی که این سوره را حفظ نکردند با یک تلاش کوچک یا با یک کوشش کوچک بتوانید این سوره را ازیاد کنید، چون سوره از سوره های عادی نیست. اگرچه تمام سخن پروردگار پر از برکت است، پر از ثواب است، پر از حکمت است، ولیکن مخصوص درباره سوره تبارک یک چند حدیث ها آمده است. باز اینجا از عبدالله ابن مسعود روایت می آورند که هر وقتی که مرده را به قبر می مانند، ثواب این سوره خوانده‌اش از طرف پایش می آید، از بالای سرش می آید و می گوید این را عذاب ندهید، این من را می خواند، یعنی این شخص مرا می خواند. و سوره ملک یا گفتیم تبارک مانع گشتن عذاب قبر می گردد. برای همین بعضی از علما هم هستند که می گویند هر کسی که سوره تبارک را موافق این روایت عبدالله ابن مسعود خوش را حفظ کرد و البته محتوای آن را، این سوره درباره چی سخن میکند فهمید، از عذاب قبر در امان میماند. در بعضی از روایت ها آمده است که کسی که سوره تبارک را حفظ کرد از فتنه ها در امان میماند. و این سوره خیلی گفتیم سوره نجات دهنده از عذاب قبر است. و در حدیث دیگر آمده است که سوره هست که فقط 30 آیت دارد و او سبب شفاعت صاحبش از عذاب قبر می شود. در این سوره پروردگار شروع می کند بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. الله می گوید برکتش خیلی زیاد است، برکتش در عملهایش، برکت در خلقهایی که آفریده است، در همه چیز پر از برکت است. و معنای برکت هر چیزی که خیرش زیاد باشد، یعنی خیر پروردگار خیلی زیاد است، با برکت است، پر از خیر است. همون ذاتی که بیده الملک، ملک از آن او هست. عبدالله ابن عباس میگویند ملک از آن پروردگار معنایش این است که کسی را خواهد عزت میدهد، کسی را خواهد خوار و ذلیل میکند، کسی را خواهد بای میکند، کسی را خواهد کم بغل میکند. ملک از آن خودش هست، چی کار خواهد میکند. و در دوامش الله میگوید و هو علی کل شیء قدیر، و او به همه چیز قادر است. او قادر است در یک لحظه سرنوشت تو را کاملا تغییر دهد. او قادر است چیزهایی که تو حتی تصور هم نمی کردی که کردن آن ممکن است یا ممکن نیست، پروردگار یا انجام دهد یا اینکه از تو دفع کند. و این عقیده ثابت و مستحکم هر مؤمن باید باشد که پروردگارا انک علی کل شیء قدیر، تو به همه چیز قادر هستی. و با این که خداوند او الله او به همه چیز قادر است، خودش را همیشه عزیز بداند، سرش باید بالا باشد. ما تکیه به خداوند داریم، تکیه به پروردگار داریم که بیده الملک، ملک از آن او هست. پادشاه هایی که در دنیا بالای تخت می نشینند آنها ملکیت مطلق ندارند. یک مدتی زود گذر آنها می روند، بعضی ها به عذاب جهنم، بعضی ها اگر عادل باشند آن هم به رحمت پروردگار. اما ملک الله، پادشاهی الله دائمی و ابدی هست. پس
باید بفخرد هر مؤمن که چگونه الله دارد، چگونه معبود دارد که او مالک است، او ملک هست، شاه هست و همه چیز از آنی اوست، در دست اوست و او به همه چیز قادر است. هر باره که از هر راه شیطان یا گفتیم نفس اماره که در داخل ما هست وسوسه میکند که فلان کاری تو انجام نمی شود و فلان هدفهایت نمیرسی، باید این آیت پیش این همه شک و شبهه ها را بگیرد که اینک علی کل شیء قدیر، خداوندا تو به همه چیز قادر هستی. در دوامش الله میگوید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. همان الله که، همان خالقی که آفرید مرگ و زندگی را، یا که برای شما را آفرید برای زیستن و برای مردن. چرا شما را آفرید؟ لیبلوکم، تا که امتحان کند، ببیند ایکم احسن و عملا، کدام شما عملهای خوب انجام میدهید، کدام شما در این مدت کوتاهی که پروردگار برای شما داد که چی کار میکنی، کدام عمل خیر را انجام میدهید. پس دنیا برای مسابقت کردن و عمل خیر انجام دادن است. دنیا برای خود را آرا دادن، خانه خود را آرا دادن، همیشه از پی خود و فرزند خود بودن، همیشه از پی لذت های خود بودن نیست. دنیا از پی کدام عمل خیر را انجام دهم، چی کار کنم. و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن با یک تبسمی که به برادرت نگاه میکنی تو ثواب داری، ثواب میگیری. یک نفر رو برای سوار شدنش به مرکبش کمک میکنی، تو اجر میگیری. مؤمن باید در این دنیا تا میتواند هر لحظه از پی عمل ثواب و خیر باشد، چون در یک زمانی هست، در یک زمان محدودی است که الله می سنجد که کنی برای تو من حیات را دادم و مرگ هم پس از این می آید، پس از آن حیات ابدی هست. تو در این مدت کوتاه چی کار انجام می دهی؟ و الله می گوید ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. و الله عزیز است، غالب است بالای تمام دشمنانش و او غفور است، او بخشنده و گناه ها هست. وقت بنده با توبه نصوح و پشیمانی نزد او می آید. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند اگر همین سه چیز نمی بود، اصلا فرزند آدم سرش را خم نمی کرد، همیشه با تکبر زندگی می کرد. یکی کمبغلی، دیگر بیماری و دیگر مرگ. پیامبر میگن انسان را کمبغلی و بیماری و مرگ کی بودنش را، بیچاره و محتاج بودنش را ثابت میکند، وگرنه از تکبری سرش همیشه در آسمان بود. در دوامش پروردگار میگوید الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. همون خداوندی که 7 طبقه آسمان را آفرید که حتی فقط به طبقه یکمش هم انسان ها نمی توانند برسند. یگان انسان در دنیا وجود ندارد که از یک طبقه آسمان گذشته باشد. طبقه های 7 طبقه آسمان که پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین مرد در دنیا طبقه به طبقه به آن در شب معراج برآمده بودند، یگان کیهان نورد یا کشتی کیهانی نرفته است. الله میگوید من این 7 طبقه آسمان را آفریدم. او همان اللهی که این طبقه ها را آفرید. و تو ای انسان اصلا در آفرینش پروردگار در آسمان و ستاره ها اصلا یگان کمبودی یافته نمیتوانی. فرجع البصر هل تری من فطور. یک ببین، چشمانت را باز کن و به سوی آسمان نگاه کن. آیا یگان کمبودی را یافته میتوانی؟ آیا می توانی بگویی که چرا ستاره ها این گونه است، کاش این گونه می بود یا آن گونه بود؟ هر انسان چیزی را می آفرد. وقتی ما با دقت نگاه می کنیم، حتی ماهر هم باشد، بعضی کمبودی و نقصان پیدا می کنیم، اما در آفرینش پروردگار هیچ نقصانی نیست. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. پروردگار می گوید باز یک بار دیگر برگرد، باز کافت و کاف کن.
ببین که آیا چیزی از کمبودی در آفرینش پروردگار میابی؟ نه. چشم تو به خودت بر میگردد، خسته شده، بیچاره و هو حسیر و او حیران است، هیچ چیزی از کمبودی پیدا نکرد. یعنی ناامید شوان با جستجو تو برمیگردی، در آفرینش پروردگار هیچ عیب و نقصانی را یافته نمیتوانی. و هو خلاق العظیم. در دوامش میگوید ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. مایان آسمان دنیا را، آسمانی که شما میبینید، با مصابیح، با چراغ زیب و زینت داده و این چونین آن چراغ ها رو، یعنی آن ستاره ها رو به جز رفشنی رجومن، سنگ هایی که شیطان ها رو میزند و میراند قرار دادیم. یعنی ستاره ها دو وظیفه دارند، یکیش اگر زیب و زینت آسمان و رفشنی باشد، دویمش پاسبان آسمان هستند تا جن ها نتوانند خبری آسمان و خبری غیب را آورده به جادوگرها برسانند. و اعتدنا لهم عذاب السعیر. الله میگوید و برای آنها، یعنی برای شیاطین، ما عذاب سعیر را، دردناک و سوزان را آماده کردیم. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. و هر کسی که کفر ورزید به پروردگار، ایمان نآورد به الله و غیبیات الله، برای آنها جهنم است و بئس المصیر. و چه بد است جایگاه آنها که پس از مرگ به آن برمیگردند. در دوامش الله میگوید اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور. وقتی که آنها پرتافته می شود به جهنم، سمعوه لها شهیقا، خیلی صداهای خشین، صداهایی که پرخاش است و اذیت کننده است، گوش آنها را به داد و به اذیت می اندازد شنیده می شود. یعنی خیلی صداهای بدواهمه، صداهایی که خیلی ناراحت کننده هست، آنها در جهنم می شنوند. و هی تفور. و خود جهنم باشد از گرمی دارد می ترکد و دارد می جوشد. یعنی با گرمی دارد او در حالت جوشیدن است. تکاد و تمیز من الغیظ. نزدیک است که جهنم از آن غیظ و بدبینی که نسبت کافران دارد پاره پاره شود، یعنی بترکد. اینقدر جهنم نفرت دارد به آن کافرانی که در داخلش هستند. کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. هر باری که گروه گروه دوزخیان را به دوزخ پرتافته می شود، خزانداران جهنم، پاسبانهای جهنم از آنها میپرسند الم یأتیکم نذیر، چرا شما در اینجا هستید؟ مگر نزد شما بیم دهنده نذیر نآمده بود که به شما بگوید که از آتش جهنم خود را نجات دهید؟ بترسید از آن روزی که خیلی دردناک و سوزان است و هر یک شما در آن وقت فقط آرزوی مرگ میکنید. قالوا بلی قد جاءنا نذیر. دوزخیان میگن چرا؟ آمده بود به نزد ما نذیر، بیم دهنده که ما را از این آتش میترسانید. فکذبنا. لیکن ما آنها را دروغ شماریدیم. گفتیم کی جهنم را دیده است؟ کی جنت را دیده است؟ یک دلیل زنده که به چشم میبینم به من یک دلیل مادی بیاور. چگونه که منافقان کم نیستند. زنهایی که وقتی از عذاب قبر برایشان میگویی، از دوزخ و از جهنم میگویی، میگن کی دیده است؟ چرا با آن ما رو میترسانید؟ هیچ نترسیده. بعدن میگن الحمدلله باز مسلمانیم که آنی که عذاب دوزخ و عذاب جهنم رو انکار میکند یا حتی شک میکند، او کافر مطلق است، او هیچ مسلمان نیست. آنی که دوزخ و جهنم و عذاب پس از قبر یا نعمتی پس از مرگ را انکار میکند، او کی نباشد هم کافر است. و آنها چی میگویند؟ فکذبنا. ولی که ما آنها را گفتیم نه، دروغ میگویید، همچون چیز وجود ندارد. و قلنا ما نزل الله من شیء. بلکه به آن نفرانی که به ما امر معروف میکردن، نهی منکر میکردن، از عذاب دوزخ نجات میدادن، به آنها گفتیم الله چیزی را نآفریده است، ببخشید چیزی را نازل نکرده است از
قرآن و از خبرهایی که عاید جنت و دوزخ باشد. این انتم الا فی ضلال کبیر، شمایان در یک گمراهی بزرگ هستید. ببینید اهل دوزخ را، این صفت اهل دوزخیان است، اینها را باید مؤمن بشناسد. وقتی به آنها راه راست را نشان میدهی، نصیحت میکنی، میگوید تو گمراهی، تو راه گم زده ای، تو فنت هستی، تو رادیکال هستی، تو چیزی دیگر هستی. یعنی با همین لقب ها یا با همین نمود تهمت ها گپی تو را نمیگیرد. و دوزخیان هم به فرشته هایی که پاسبان دوزخ هستند میگویند هر باره که به ما آمده کسی امر معروف میکرد و او میگفتیم که دروغ میگویی، خداوند چیزی را نازل نکرده است، قرآن از آسمان بودنش را کسی نمیداند، بلکه تو یک گمراه هستی، یک آدمی فنت هستی، برو از پی زندگی شو یا چیز دیگر. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. پس پشیمان میشوند و میگویند اگر ما گوش میکردیم گپ آنها را و نعقل و گوش کرده میگرفتیم گپ آنها را، میفهمیدیم ما كنا فی اصحاب السعیر، اصلا ما امروز در این آتش سوزان، در این احوالی که الان هستیم در آن نمی شدیم، اصلا ما از اهل دوزخ نمی شدیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. الله میگوید پس اعتراف کردن، آنها اعتراف کردن به گناهی که کردن، ولی که خیلی دیر است، الان دیگر فایده ندارد. آنها اعتراف کردند به گناهشان، فسحقا لاصحاب السعیر، هلاک باد اهل دوزخ. الله لعنت میکند آنها رو که میگه چی فایده دارد الان. پس پیش از آن که پشیمان شویم، پیش از آن که بگوییم که ای کاش من در دنیا به این کارهایی که کرده بودم نمی کردم، باید الان توبه کرد و الان برای رسیدن به آن رضاگی پروردگار از پی خیر شد. اما آنهایی که میگویند دنیای دو روزه هست، آنهایی که میگویند دنیا برای مردن نیست، برای زندگی کردن است، اینقدر از قبر و از مرگ نگو، همین روز آنها را انتظار است، روزی که الله میگوید لعنت بر شما که امروز پشیمان هستید، الان پشیمانی شما سود ندارد. در دوامش الله میگوید ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. آنهایی که از پروردگار میترسند، هر باره که شیطان و نفس، انسانهایی که شیطان صفت هستند آنها رو به گناه دعوت میکنن، یخشون، از الله میترسن، میگن نه من از الله میترسم، این کار غضبی الله است، این کار رو الله منع کرده است. و این چونین آنها از غیبیات، چیزایی که ندیدن، مانند دوزخ و مانند عذاب قبر، مانند فرشته هایی که در قبر با آنها سوال و جواب میکنن، هر چیزی که غیب است از آن میترسن که آنها را انتظار است. الله میگوید برای آنها مغفرت من است، من گناه های آنها را میبخشم. چون انسان خواه و ناخواه اگرچه از الله بترسد هم باره به گناه دست میزند. و اجر کبیر، و الله میگوید برای آنها خیلی اجری بزرگ است. در دومش الله میگوید و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. خواستید سری پنهان سخن کنید، خواستید با صدای بلند سخن کنید، انه علیم بذات الصدور. خداوند سخن شما یک طرف استد، حتی هر چیزی که در قلب شما میگذرد دانا هست. یعنی شما وقتی با کسی پس سخن میکنید یا گفتیم در سری در پنهانی مرا کسی نمیبیند گویان یا به یگان گناه دست میزنید، گمان نکنید که الله از آن بیخبر است. هر سخنی که شما با صدای خیلی پست گفتید یا با صدای بلند گفتید، او از آن آگاه است. او حتی هر چیزی که از قلب شما میگذرد میداند. ولی این رحمت پروردگار است که حتی
وقتی که چیزی از قلب شما گذشت و به آن عزم نکردید که من این رو انجام میکنم، انجام میدیم، فقط یک گذشت و رفت. و این خاطرهایی که بعضا گناه هم حتی میگذرد، انسان گناهگار نمیشود، ولی وقتی گناهی از قلبش گذشت و گفت این رو انجام میدهم و در نیتش ثابت است، در این وقت به آن جزا میگیرد. در دومش الله میگوید الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا نمیداند آنی که آفرید؟ یعنی الله میگوید من شما را آفریدم، من شما را خوبتر میشناسم، من شما را میدانم. مگر من بیخبر هستم از هر چیزی که میگویید و از هر چیزی که از قلبتان میگذرد؟ من بیخبرم؟ نه، من خالق تو هستم. من بنده های خود را میدانم که حتی از خاطره هایشان، از قلب های آنها الان چی میگذرد. پس در مسئله هر چیزی که از قلبمان میگذرد باید از الله شرم کنیم. یعنی بعضا خاطره های چیزهای به قلب می آید که خیلی ننگ است و انسان باید بداند که الله الان با آن قدرت و با آن جبروت و با آن علمش آگاه است که از قلب او چی گذشته استاده است. از الله شرم کرد و همیشه به قلب خود بگفت که هر چیزی که میخواهی آن را با خود نگذران، آنجا الله هست که تو را آفرید و از آن با خبر است. و هو اللطیف الخبیر. و الله لطیف است، با لطفش، با مرحمتش گناهگاران را زود جزا نمی دهد، برای آنها مهلت می دهد تا توبه کنند و این چنین او با خبر است از هر چیزی که می شود و می گذرد. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. او همانی هست، او همان ذاتی هست که زمین را برای شما هموار آفرید که اگرچه خودش دایره شکل است یا گفتیم شکلی دوار دارد، ولیکن شما بالای آن راه گشته می توانید. پس در راه های آن، در خیابان های آن بگردید و از رزق الله بخورید. هرچی می خورید آن رزق الله هست. و الیه النشور، و بازگشت شما به سوی پروردگار است. بعضی از علما می گویند همین آیت از آیت های هست که من و شما را برای سفر کردن در طلب رزق راهنمایی میکند. چون الله میگوید فمشو فی مناکبها، راه گردید، بروید و کلو و بخورید از رزقش. یعنی برای رزق تو باید سعی کنی، نه اینکه بنشینی و بگویی رزق از طرف الله هست. آره، رزق از طرف الله هست، ولی الله از تو میخواهد که برای آن رزق تو باید حرکت کنی، حتی کمترین حرکت باشد. کمترین حرکت را بکن، ولی بنده سبب نشو. نگو که این کار رزق من است. نه، با سبب این کار خداوند مرا رزق می دهد. چون در مسئله رزق پس از گرفتن شوروی تاجیکستان را و این یک عقیده کمونیستانی به خدا آمدن، بعضی از مردم بنده سبب هستند. آنها سبب را پیش میگیرند ولیکن خود بیخبر هستند که همان سبب را رزاق میدانند. میگویند من از همین کار بیرون شدم، از گرسنگی میمیرم. اگر من نباشم فرزندانم از گرسنگی میمیرد. اگر شوهرم کار نکرد مایان یک روز هم زنده نمیمانیم. شوهر سبب است، پدر سبب است، کار تو سبب است. اما پروردگاری که این سبب ها را به تو الان راهش را کشاد، خودش رزق دهنده است. اگر شوهر رزق ندهد از راه دیگری به تو رزق می رسد. اگر از این کارت خارج شدی کار دیگری را به تو می دهند. این گونه عقیده در بنده های سبب خیلی زیاد است که فکر میکنن همون کاری آنها رزق آنهاست. وای کار نباشد رزق نیست. این رو باید از قلب ریشه‌کن کرد. رزق انسان در کار نیست. کار سببی هست که شاید به جای آن کار دیگری بیاید. بعضی ها هستند که کار نکرده یک بار صاحب میراث زیاد میشوند. بعضی ها هستند که کار میکنن اما همیشه تنقیص و غم بغلی میکشند. پس هر باره که به یادتان رسید که فلان کار میکنید و صاحب رزق یا صاحب مال میشوید، یکم باید به یاد آوریم که اگر الله نخواهد هیچ کاری برای ما ثروت نمیدهد. سبب رزق نیست. رزق در دست الله هست و سبب را ما برای رسیدن به رزق، آن هم
سبب هایی که مشروع هست و جایز است پیشه میگیریم. و الله چی میگوید؟ و الیه النشور، و برگشتتان به سوی الله هست، شما همیشه پایدار در دنیا نمیمانید. در دوابش الله میگوید اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. آیا شما در امان میمانید وقتی که آنی که در آسمان است، یعنی این آیت یکی از دلیل هایی هست که خداوند در بالا هست، الله عزوجل. آیا شما در امان میمانید وقتی که آنی که در آسمان است زمین را خسف کند، یعنی زمین را شکافاند و شما همه در یک زمین لرزه یا در یک کفیدن زمین زیر زمین شوید؟ فاذا هی تمور، و زمین در حالت اضطراب باشد، یعنی خیلی یک لرزش بزرگ انجام دهد و شما را همتان را به خود بگیرد. یعنی الله در اینجا قدرت خود را به ما بیان میکند، میگوید اینقدر به خود باور نکن، اینقدر خود را در روی زمین که گویا همه کار را میتوانی و همه چیز از دست تو می آید مپندار. آنی که در آسمان است که او صاحب زمین و صاحب آسمان و صاحب خود تو هست، اگر خواست و یک زمین لرزه کرد و تو را زمین با تمام هستی و با تمام مال و ملکت به خود در کشید و زمین یک زمین لرزه خیلی خیلی بزرگ را در داخل خود انجام داد، کی تو را نجات می دهد؟ الله میگوید به یک زمین لرزه من یگان توی از تو قدرت نداری، پس اینقدر متکبری نکن، پس اینقدر از خود نرو. در دوامش الله میگوید اامنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. آیا شما در امان میمانید؟ آیا شما میتوانید خود را نجات دهید وقتی اون ذاتی که در آسمان است بالای شما سنگ ها را بفرستد؟ همان سنگ هایی که الان اگر ببینید با اندازه 100 تن و 200 تن در اطراف زمین ما سنگ پاره ها میگردند که همه آنها با سرعت تیز اگر یک تای آنها به زمین زند نصف زمین ما از بین می رود. و الله میگوید آیا شما در امان میمانید؟ خود را محافظت کرده میتوانید وقتی من از بالای شما سنگ فرستم خود را نجات داده میتوانید؟ هیچ کار کرده نمیتوانید. شما با یک ژاله که به اندازه تخم کبوتر است وقتی بالای سرتان می آید اینقدر به واهمه گرفتار می شوید. وقتی سنگ ها از آسمان بیافتند کدامی از شما جان خود را خلاص کرده می توانید؟ انا آن وقتی سنگ از بالا برایتان بارید فستعلمون کیف نذیر، آن وقت می دانید که بیم دهنده کیست، آنی که به شما امر معروف می کرد، آنی که شما را از الله که در آسمان ها هست می ترسانید، محمد صلی الله علیه و سلم و پیروان او کیست. در آن وقت می فهمید. و اینجا هم پروردگار قدرت خود را و قوت خود را برای ما بیان می کند که انسان از خود نرو، آنی که در آسمان است تو در زمین او راه میگردی، از او شرم داشته باش، او میتواند با یک کن فیکون بالایت سنگ بباراند، با یک کن فیکون با یک زمین لرزه تو را نابود کند. این بود تا آیت 17 سوره ملک یا تبارک. انشاءالله زنده و سلامت باشیم تا آخر سوره. درس دیگر